سلامی بلندای هفت آسمان به گرمای خورشید جام جهان، به هر یک شما مردم نازنین، به انگشتر چرخ گیتی نگین. نیاید به دلها غمی در جهان، نیاید به دلها غمی در جهان، نباشد ز جنگ و دورنگی نشان. بیایید بیایید با هم چو گل وا شویم، نوازشگر بزم دلها شویم. با سلام و درودی به زیبایی عشق. عزیزان، هر کجا باشیم، در هر مقامی، همیشه در دوری از ایران عزیز، قصه‌ای در گوشه گلوی هر یک از ما هست. نوشتم مادرم ایران، منم هم راز تو، جان فدای قهر و هر یک ناز تو. گرچه از دوری شکست بال و پرم، روح و جانم هست در پرواز تو. گل به غربت بس فراوان است، ولی نیست همچون نرگس شیراز تو. گرچه در بیگانه جا ساکن شدم، نازم بر آن مردم دمساز تو. سازی در اینجا نمیشیند به دل، جز صدای دلنواز ساز تو. هر کجا بود مردمی از هر دیار، کم بود چون مردم دلباز تو. سینه‌ام تنگ است ز دوریت وطن، سینه‌ام تنگ است ز دوریت وطن. روح و جانم هست در پرواز تو، روح و جانم هست در پرواز تو. عزیزان، شعر امروز من زاییده شاخه نو از درختی کهن است. شعر محصول اندیشه و پدیده احساس و الهامی از عکس‌العمل و انعکاس عوامل محیط و زمان است. روی این اصل گاه قلم شاعران و نویسندگان و موسیقیدانان مؤثر بیش از شمشیر جنگاوران در به وجود آوردن قوانین تازه مؤثر بوده است. شعر سخن دل است که با بیانی لطیف همراه با حقایق زندگی سروده می شود. واقعیت زندگی و درک آلام زندگی است. من در همه آنچه که زشتش می پندارند زیبایی سراغ دارم، چون زشتی ها معلولی از عوامل تربیتی محیط هست. هر گفته ای اثر خودش رو خواهد داشت. دوستان از من میپرسند چه زمانهایی شعر میسرایی؟ باید عرض کنم چو شادی یا غم آید در وجودم، توان گیرد از آن شعر و سرودم. به آنانی که بر من عشق کارند، و یا در سینه ام غم در سجودم. خب، سروده صبح امید رو تقدیمتون میکنم. نسیم صبح امید است، یا بوی بهار آید. به گوشم مژده ای فرخنده از لیل و نهار آید. زمین سبز زمرد لاله زاران پر گل ناز، به پا خیزید و شادان می بنوشید، بوی یار آید. همه گلها نهاده تاج زر بر سر ز فردوس، عبیرافشان هوایی از جنان از هر کنار آید. درون سینه ام از شوق لبریز است و غوغاست، که امشب یار محبوبم به ناز و با وقار آید. درختان پرشکوفه، بلبلان در رقص و آواز، نوای مرغ شب آهنگ
ز شاخ هر چنار آید، بنفشه با هزاران نقش رنگارنگ زیبا. کنار یاس و سنبل در کنار جویبار آید، زمانی این چنین خرم کجا از دل رود یکدم. که یاری مهربان در فصل گل با اقتدار آید. رسد از عالم بالا مبارک باد آهنگی، که حوران سر دهند جانا، نگار آید نگار آید نگار آید. دل زارم در این غربت به جایی پا نمیگیرد. به هر جا می روم لیکن دلم مأوا نمیگیرد. عجب خیره سر است این دل، به هر کس می دهم آن را. به من باز آورد گوید دلت سکنا نمیگیرد. رفیقان هر طرف رفتند، یک یک مانده ام تنها. چرا یک آشنا دیگر سراغ از ما نمیگیرد؟ چنان شوریده شد این دل که او با هیچ ترفندی به خانه دل نمیبندد، به صحرا جا نمیگیرد. عجب نبود اگر یاران سراغ من نمی آیند، نشانی کس یک دیوانه تنها نمیگیرد. به نای و ناله ماند همه فریاد و افغانم، که در ساز شکسته به از این آوا نمیگیرد. دلم خواهد که از سینه برون آید گه و بیگه، که از بس سینه ام تنگ است در آنجا جا نمیگیرد. امید من بود روزی، امید من بود روزی که برگردم به ایرانم. به جز این قلب من آوا در این دنیا نمیگیرد. به امید روزی که هممون روزی این برنامه ها رو زیر آسمان آبی کشورمون داشته باشیم. باید بدانیم که در این دنیا همه چیز طبق قانون و بر اساس عکس العمل و عمل هست. هیچ چیز توقف ندارد و هیچ چیز شانسی نیست. شانس اسم چیزی است که ما اسمش را نمیدانیم. راز جهان در توست نازنین، با خود در آرامش باش. جهان با تو در آرامش است. طبیعت آرام و رام آموزگار توست. عزیزم نرمی زندگی را دریاب، زیرا گیاهان هم با نرمی زنده اند. بزرگترین مصیبت دنیا نامهربانی است. در این دنیا به جز محبت درد این دنیا به جز محبت دارویی ندارد. پس تبسم و هدیه لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم، چون نمیدانیم، واقعا نمیدانیم کی دفعه آخری است که می توانیم این لبخند را به همدیگر هدیه دهیم. خب سروده دیگه دارم به نام معبد عشق. البته من 7 کتاب از نوشته ها و سروده های خودم تا به حال منتشر کردم و در این برنامه هم از نوشته ها و سروده های کتاب های خودم استفاده میکنم. اگر که آدمی جز آه و دم نیست، بمان عاشق که دنیا جای غم نیست. چو آوای نشاط انگیز دریا
صدا کن عاشقی را تا ثریا. بیا با نغمه های شاد امید، به عشق هم رویم تا ماه و ناهید. تا لمس کنیم ستاره ها را، با شهپر عشق رویم به بالا. دستی بده بر دست من ای دوست، عشق است که بقای عالم از اوست. فروغ چراغ مهر جان است، دل از انوار عشق آتش نشان است. بیا از عاشقی درسی بیاموز، چنان خورشید صد آتش برافروز. نگاه عاشقی گرم است و گیراست، چو امواج دل زیبای دریاست. به قلب عاشقان شور و هیاهوست، پرستوهای دل پروازش از اوست. خوشا آن دل که یک دلدار دارد، که عشق درد است و با دل کار دارد. امیدم عاشقی تنها نباشد، در این ره تا قیامت وا نماند. امیدم عاشقی تنها نماند، در این ره تا قیامت وا نماند. خدایا خود مدد کن عاشقان را، که عشق آتش زند جام جهان را. همه عالم صدای ساز عشق است، سراسر آفرینش راز عشق است. در معبد عشق و با وفایی، تابد به رخ تو روشنایی. اگر عشق بر سر عالم نباشد، زمین و آسمان از هم بپاشد. جشن بسیار بسیار با عظمت و با شکوهی رو به نام جشن همدلی در روز شنبه 11 اکتبر در سالن بسیار بسیار مجلل فلیم در ونتورا بولوار، البته به نام لایم لایت بوده این سالن قبلا، ولی الان اونر عوض شده با مدیریت جدید، هست به نام همون شعله سانتا مونیکا نیست، البته این فلیم پلس هست، به نام فلیم پلس، شعبه اون شعله سانتا مونیکا هست. با خانم سونا، آقای عطا، آقای امیر اسدی، خانم آرزو و گروه رقصندگان بین المللی، پذیرایی واقعا شاهانه در این برنامه مخصوص، انواع پیشغذا، شام کامل، چای، نوشابه، شیرینی، میوه فراوان، فقط هم $75. include everything، شامل تیپ و تکس، همه چی، فقط $75. این برنامه شنبه 11 اکتبر از ساعت 8 در تالار فلیم پلس لایم لایت سابق با پارکینگ بسیار وسیع و رایگان. به امید دیدار عزیزان تلفن بفرمایید، فقط جاهاتون رو رزرو بفرمایید. 310 927 1926. دوست من، همچو گندم باش، زیر خاکش میکنند سبز میشود، زیر آسیابش میکنند
نرم می شود، به آتش می کشندش نان می شود، می جوندش جان می شود. همچو گندم باش، همچو گندم باش، جز به راه حق و نیکویی مرو. گندم از گندم بروید جو ز جو، امیدم همچون شاخه های سرسبز گندم همواره سرسبز و خرم باشید. سبز سبز سبز. خب سروده دیگری رو تقدیمتون کنم به نام راز. من و تو موج دریای زمانیم، بیا بیا تا که دمی از هم نمانیم. میندیش یک دم از غوغای طوفان، بمان عاشق غزل خوان شاد و خندان. من و تو راز گردون را ندانیم، دمی سرمست و دیگر دم نهانیم. چو گردون نچرخد هم خوش آهنگ، مکن شکوه ز کار چرخ صدرنگ. مکن سر در غبار غم به دوران، نگر بر روشنی ماه تابان. جهان عشق است و مهر و غم گساری، مکن از بیش و کم ها بیقراری. بیا تا که کنیم هر مشکلی رام، زنیم بر جام پیروزی هم جام. بیا با عشق هم با هم در آغوش، کنیم هر نامرادی را فراموش. هزاران راز به دنیا خفته مانده، حدیث آسمان ناگفته مانده. مگو چرخ و فلک کور است و یا کر، هزاران بار بود از ما قوی تر. بناز بر آنچه داده بر تو یزدان، بساز با زندگی با عشق و ایمان. به کس جای شکایت نیست در این دهر، بمان شاد و نکو، بمان شاد و نکو، این است مقدر. بیا ای ماه تابان، بیا ای ماه تابان بر سر ما، که غمها پر کشد در کوه و صحرا. درون قایق عشق روی دریا، بزن پارو بیا در ساحل ما. کنیم از شوق هم صد شور و غوغا، بسازیم کاخ عشقی تا ثریا. سروده‌ای دارم در اینجا به نام وفادار. در حسرت دیدار تو از غصه بمیرم، چون شمع بسوزم به شبی تار بمیرم. چون شمع شب افروز شوم آب و ننالم، در پای تو با سینه تبدار بمیرم. مگذار مگذار شوم غرق به دریای نگاهت، در قعر نگاه تو به هر بار بمیرم. می سوزم از این عشق که عشق دگرم نیست، خواهم که به پای تو گل بیخار بمیرم. یک عمر همه غمخوار و وفادار تو بودم. یک عمر همه غمخوار و وفادار تو بودم. بگذار که به پای تو
وفادار بمیرم، بگذار که به پای تو وفادار بمیرم. عزیزان، تنها در عشق است که یک به علاوه یک می شود یک، و تنها بار محبت است که بر دوش آدمی سنگینی نمی کند. پس در جشن زندگی عاشقانه زیبا برقص و بر همه چیز تبسم کن. بدون عشق دنیا سراب است، زندگی یک راز است، تنها همین لحظه وجود دارد. پس همواره در زندگی شاد باش و سپاسگزار. انسان دلبسته هرگز افسرده خاطر نمی شود. پس با عشق و دلبستگی تبسم کنید، لبخند بزنید. با یک لبخند محبت خود را به اطرافیان بیفشانید. محبت به دلها نور می بخشد. محبت چاره درد جهان است. هر لحظه زندگی زیبا و دوست داشتنی است. هرگز دوست من قلبی را میازار، دلی را مشکن. نازنین، تا آسمان بر تو رحمت آورد. محبت می کند دیوانه را رام، ولی دیوانه کرد ما را سرانجام. شرحی درباره چشم روشنی. وقتی که ما یک کادوی به کسی میدیم میگیم چشم روشنی. این از زمان حضرت یوسف هست. زمانی که حضرت یوسف به عزیزی مصر رسید، برادرانش در زمان قحطی برای گرفتن گندم به کنعان آمدن به مصر و آنها خبر نداشتند که یوسف همان برادری است که اونها او را به چاه انداخته بودند. ولی حضرت یوسف برادران خودش رو شناخت، ولی آشنایی نداد. در زمان مراجعت برادران، حضرت یوسف پیراهن خودشون رو به اون برادران داد و قول گرفت که اون پیراهن رو به پدر بدن. چون حضرت یعقوب پس از رفتن یوسف، وقتی که یوسف رو به چاه انداختن، به قدر گریه و ناله کرد که نابینا شد. ولی وقتی حضرت یوسف پیراهن خودش رو داد به برادرها دادن به حضرت یعقوب، حضرت یعقوب اون پیراهن رو بو کرد، میگویند چشماش بینا شد. و از آن روز وقتی که چیزی رو مردم به نام پیشکسی به جای میبرن، اونو بهش چشم روشنی میگوین. قدرت عشق نگر، چون که شنیدی یعقوب، دیده روشن بشد از بوی لباس محبوب. خب اینجا سروده‌ای دارم به نام پرسش. عاشقی پرسید از من که دارم یک سوال. گفتم بگو. گفت میدانی که چیست بهترین های خدای مهربان؟ چیست زیباتر در عرش بیکران؟ رمز زیبایی و عطر گلز چیست؟ چیست اندر جان عاشقان؟ بهترین های زمین اندر کجاست؟ چیست آن کالا که اینسان پربهاست؟ چیست معنای همه تأثیرها؟ چیست خلاق همه تعبیرها؟ چیست این
گنج طلای جان من، چیست صلح و سازش ایمان من. ناگهان گویی بیامد ز آسمان، مرغکی میداد ندا از بیکران. آنچه میخواهد دلت از من بپرس، هرچه میخواهد دلت از من بپرس، با من بگو. گفت آن رازی که در اندیشه هاست، در دل خاک و تمام ریشه هاست. این بهشت و دوزخ فکر شماست، خانه دل بهترین های خداست. خانه دل بهترین های خداست. دوستان عزیزم، یک شنبه 11 اکتبر رو فراموش نفرمایید. جشن بسیار بزرگ و با شکوهی رو داریم. یک شنبه 11 اکتبر در سالن لایم لایت، این شعبه جدیدی از فلیم هست، همون شعله سانتا مونیکا که در ونتورا بولوار شماره 20855 هست. این برنامه بسیار برنامه با شکوهی است که با 4 خواننده مطرح روز و گروه رقصندگان و یک پذیرایی شاهانه. تلفن 310-927-1926. خب شعر ساقی رو تقدیمتون میکنم. بده ساقیان جام آیینه گون، که روشن کند اندرون و برون. بیاور تو آن تلخ شیرین گوار، که تلخی زداید از این روزگار. بده می به من رنگ گل ارغوان، که روید گل سرخ جان و روان. به من ده که دنیا نپاید مدام، به دستیست هر لحظه این کهنه جام. بده ساقیان کیمیای بقا، نشاط دل اغنیا و گدا. بیاور که چون باز شد چشم جان، بچینم گل باغ 7 آسمان. رها سازدم زین جهان یک دمی، دم بی غمی را بود عالمی. بیا ساقی از آن میم جام ده، به عشاق وارسته پیغام ده. به بیدار دلها سلامی رسان، ز گلزار عشقم کلامی رسان. بگو یافتم آنچه در جام بود، بگو یافتم آنچه در جام بود. جهان سر به سر پوچ و اوهام بود. نازنینان، وقت برنامه من در اینجا به پایان رسید. در اتاق فرمان از جناب آقای اندروی نازنین و از مدیریت تلویزیون جهانی تصویر ایران آقای میرچی عزیز تشکر میکنم. همتون شاد باشید. تا برنامه دیگر سلامت و دلشاد. شما را به خدا و خدا را به شما می سپارم. زنده باد عشق.